تو فری فایر هستن که مشکل باگ دانلود دارن و هیچ نمیتونن دانلود کنن مثل من و من اینجام تا آموزش رو بدم. سلام برابر، حالتون چطور؟ خوش اومدید به این ویدیو دیگه. من هستم سورسورم. قرار امروز به اولین ویدیو آموزشی من بپیوندید و بدونید من چجوری میخوام این آموزش رو بهتون بدم. پس برو برید سراغ ویدیو. لایک کامنت و بار فراموش نشه. مرسی بابت حمایتتون. لیتس گو. خب رفقا، من خودم این باگو، منظور این حالا تیریک، حالا هرچی که شما اسمش میذارید، خودم با این 2 تا کنجکاوی و خب ریسکی انجامش دادم و خب خودم زیاد از تنظیمات فری فایر سر در نمیارم. فقط من میرم گیم میزنم. حالا نه که میگم دیگه کلشو بلد نیستید، منظورم از اینا هم نیستم. منظور دارم میگم از لحاظ مثلا این که میدونم چیه، مثال این که دیلیت اکانت، اینو مثلا از اینجور چیزا سر در نمیارم و خب میترسم مثلا اشتباهی بیام اینو بزنم و دیلیت بشه اکانتم. خیلی بد بود برام و من اومدم اولین کاری که کردم بگم بهتون مرسی بابت حمایتتون، بازدیدها، لایک ها و کامنت ها که تو ویدیو اخیر بود و دمتون گرم واقعا. مرسی از بابت حمایتتون. من دیر به دیرم اگه ویدیو میذارم میرم سر کار و هم دارم میرم سر کار و هم ویدیو میذارم. میگم برام سخته برای تامنیلم. خب تامنیل خودم هم ادیت خودم هم خب کم کارم سخته دیگه. حالا بهتون بگم و خب الان اینجا که بیاد ببینید من بیشتر ستاره رو نمیدونم دانلود کنم، ولی همونایی که میتونم دانلود کنم مثلا این بذارید بیان توی این قسمت. الان نگاه کنید، اینا تو ماجیک کیوب که اومده بود گرفتم. اینو که من نمیتونم دانلود کنم فعلا. میگم بیشتر چیزا رو نمیتونم دانلود کنم و خب همون چیزایی که میتونم دانلود کنم خیلی خوبه. مثلا این بذار دوباره این مثلا این سه تا میتونم دانلود کنم، خیلی خوبه اینا. مثلا از این چند تایی که دارم این 2 تا رو میتونم دانلود کنم، خیلی خوبه و واقعا خوبه. و خب مثال اینم حالا کاملش ندارم ولی همونایی که میتونم دانلود کنم خیلی خوبه و واقعا مثلا نصف تتوام، من کل تتوام میتونم دانلود کنم. این تمام میتونم همه رو دانلود کنم و واقعا خیلی خوبه. حالا این 2 تا هیچ فرقی ندارن، هیچ فرقی ندارن و از لحاظ کفشو که این واقعا خیلی خوبه که میتونم بیشتر شد دانلود کنم. تمام درس‌ها میتونم دانلود کنم و اینا. شما میتونید اولین آموزش میتونید به این کار کنید اینجا و این قسمت و اینو بزنید و این قسمت رو بزنید. این از 0 تا 100 پر میشه و اونجاست که همه چیتون دانلود میشه و انگاری از اول بازی نصب کرد دیگه. بهتون اینو جوری بگم انگاری از اول بازی نصب کرد ولی هیچ چیتون نمیبره. این خیلی خوبه. الان من خود اینم دانلود کنم. بذار دانلود کنم. بذارید کدوم زده بودم دانلود داشت دانلود میشه. تو رو بذار لغو بزنم. بیام اینجا هنگ کرد، یه لحظه گیر کرد. بیام اینجا اینو دانلود میکنم به همین راحتی. خب رفقا دانلود شد و الان فکر کنم بقیه چیزا رو بتونم دانلود کنم. اینو داشتم من. what الان مثلا اینا میتونم دانلود کنم. لول 2 باورتون میشه من اینو نمیدونستم چه همش باگ دانلود بودم. چه خوب دیگه. لولی چی ندارم. خوبه الان که میتونم همه چی رو دانلود کنم. آره دیگه از این مو به مو میتونم همه چی رو دانلود کنم و این بیش از 100 خوبه. انرژی مثبتی که به من داد و این آموزششه. دمتون گرم. مرسی بهتون تماشا کردید. عاشقتونم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا بای.